اندازی که دیتا در صفحه وارد شد ما میتونیم بگیم با این گروه برای سنتر لاین خود بسازیم تا مشخص شود که سنتر لاین اومده بشه قرار داره. این را کپی میگیم از قسمت پایین استایل یک کپی میگیریم مرکزش به این شکل باشه، رنگ زیر تغییر میدیم و این رنگ سنتر لاین پایین دیسکریپشن را از قسمت لیبل استایل را کپی میگیریم از قسمت لیاوت مشخصاتی که ضرورت داریم این را چون هر کدام از جدا جداست میخواییم که کل دیزاین رو یک بخش مرتبط باشه قسمت انتخاب میکنیم میگیم برای پایین نمبر نداشتم لیوشن هم داشته باشیم همچنان دیسکریپشن آمده داشته رنگ زیر با خاطر تغییر بدیم کنترل ای میگیریم قسمت تایپی که برای مشخصات یا فوندی که برای نوشتن قرار داره یک را انتخاب میکنیم و سیاه سفیدم رنگم را انتخاب میکنیم قسمت اینکلود میگیم و به شکلی کد سنتر لاین را انتخاب میکنیم میبینیم که کد داده نشده حال میبینیم در قسمت رو که سنتر لاین به شکل کد داده شده RC راکس اینس ساعتی نشاله از قرار که معلوم میشه RC در کد رو سنتر کد رو به جای CL با ما گرفته شد RC گرفته از ما در قسمت اینکلود میگیم جایی که CL رو بگیرم میگیریم RC ولی میگیم در دیتا میبینیم که آیا به شکل گرفته شده یا خیر میبینیم که نخیر در قسمت راک و راک قرار داره و در این قسمت هم همینطور برای که مشخص بکنیم چون دیتایی جاین سروی اکسا هست به این خاطر مشخص نشده اما در یک قسمت ها زوم میکنیم میبینیم که اینکلودی برای کی خود میسازیم برای جای سر خود موقعش به این شکل باشه اما رنگ زیر ما میگیم به شکل آبی میگیم میبینیم که جای سرک انتخاب شد حال دیده میشه که به شکلی ای ما نقطه جزیات اینجا سنتر هم به شکل به ما میخوانده شد این قسمت اینطوری به هم نقطه بگیریم میبینیم که به جایی که مستقیم سنتر خونده باشه دیتا رو به شکل ای خونده ما میریم اول اینا رو نمرای یک نقطه واسه میکنیم این قسمت میبینیم که دو طرف ایج سر گرفته اشته و سنتر اصلا خونده نشده سنتر هم این شکل از وسط این دو نقطه به شکل قرار داره از قسمت پیل انتر سنتر در قسمت قرار داره قسمت پایینش قسمت خاطر
intersection نوت تكمل ممكن نروح اسمه مركز مختلفين نفهم بشكل فایل خود رو برسونیم. یه سکشن هایی گرفته شده دایی که به شکل رو سرایش داشته باشن باید به شکل منظم سنتر باید طرفی سرای را ما دیتا داشته باشیم اما اینجا سنتر به شکل درستش گرفته نشده این که باید یک جای یک قسمت گرفته شده و جای یک قسمت خوانده شده سنتر بعدا ما یه تا دیگر روش کار میکنیم که تا نقاط به شکل مناسب تر دقیق تر گرفته شده باشیم. حالا فعلا هدف از یک ما بودن چگونه یک الیمنت ترسیم بود. فکر کنیم که مسیر سرک ما بمیشه از شروع مسیر ادامه داره. اما می‌بینیم مسیر سرک خود را تبدیل به الیمنت کنیم با خود وصل کردیم کلید الاین فوق لاین انتخاب انتر بازم انتر نام برای الیمنت ما چیه؟ رود الیمنت لیبل فعلا برای ما نگیره و کف هم گرفته نشه. می‌بینیم که به شکل الیمنت تبدیل شده مسیر عمومی سرک ما رسم شد.